میگن به یه درویشی گفتن جهان رو چجوری میبینی؟ گفت خدا رو شکر رودخونه ها از همون جایی میان که من میخوام، باران همون روزی میباره که من میخواستم، حتی بچم همون لحظه‌ای مرد که من میخواستم. گفت چطور چون این چیزی ممکنه؟ گفت من اراده خودم رو در اراده او گم کردم، هرچی اون میخواد منم میخوام. که هل هشدار که در شهر دو سه طرارند که به تدبیر کله از سر محبل دارند. دو سه رندند که هوشیار دل و سرمستند، که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند. سردهانند که تا سر ندهی سر ندهند، ساقیانند که انگور نمی افشانند. یار آن صورت غیبند که جان طالب اوست، همچو چشم خوش او خیره کش و بیمارند. خرفروشانه یکی با دگری در جنگند، لیک چون وانگری متفقه کارند. مردمی کن برو از خدمتشان آدم شو، زان که این مردم دیگر همه مردم خواهند.